assalomu alaykum binandagoni aziz, در نوار با خبرهای آخرین روز و هفته سپارش ایستاده برنامه خبری و تحلیلی هفته و ما از این قسمت برنامه درباره آن نوگانی‌هایی که در ناحیه‌مان در دوام یک هفته به عمل آمدند معلومات می‌رسانیم و البته نسبت همین واقعه‌ها فکر و عقیده‌های خود را نیز بیان می‌سازیم. امروز ها در مقیاس رسولیکمان بهره به عمل تطبیق کردن 5 عدد تشبوسی که از جانب سرور دولت به ما پیشنهاد کرده شده بسیار کارها کرده می شوند. از جمله اجرای این تشبوس ها در ناحیه ما نیز نظر است و باعث علاهیده قید نمودن است که در سمت اجرای تشبوس ها ثمره همکاری ها رابطه های فرهنگی بسیار اهمیتی کلان دارد. سمت اولین تشبوس پرزیدنت مملکت این رشد صنعت و مدنیت و فرهنگ همچنین جلب ساختن جوانان به انتها به حساب رفته در این سمت ناحیه بسیار کارها کرده میشن. دیروز به ناحیه‌مان از مرکز ولایتمان از ناحیه ولایت مهمانان صنعتکاران عموما متخصصان حوزه صنعت تشریف آورده در مکتب موسیقی و صنعت ناحیه با همراهی آموزگاران این درگاه معرفتی واقعی‌ها کردند و خوانندگان ما را از درس مهارت گذراندند. همچنین با اشتراک صنعتکاران که تحت سروری به واسطه ارتیستی خدمتشان در اسلوبستان محسن بیگ مومینوف تشریف آورده بودند با باغ استراحتی رفته در آنجا نیز دستور کنسرتی نمایش شد. حالا فشرده همان چیز را با شما پیشکش میکنیم. باید گفت که امروزها در موسم تعطیل تابستانی بچگان در راه اجرای 5 تشبوس پرزیدنت مملکت کارهای نظررس اجرا می‌گردند در ناحیه‌مان. در سمت اجرای این 5 تشبوس همکاری‌ها و روابط طرفین بسیار اهمیت کسب می‌کند و این چیز بیشتر در ساحه صنعت و فرهنگ به نظر می‌رسد. بنا به معلومات دیرکتور مکتب موسیقی و صنعت رقم 30 ناحیه قلف‌الدین کیمسانف در سمت عملی شدن اولین تشبوس پرزیدنت مملکت یعنی رشد ساحه ادبیات و صنعت و سمت‌های این ساحه امروز در ناحیه بسیار کارها اجرا می‌گردد. در این راه همکاری و روابط مکتب مذکور با مکان‌های معرفتی ولایت و ناحیه‌های ولایتمان خوب به راه مانده شده و در اساس این همکاری در رشد فرهنگ و صنعت عمل‌های نیک اجرا می‌گردد. دیروز به ناحیه‌مان از مرکز ولایتمان و از ناحیه‌های ولایت یک گروه متخصصان ساحه صنعت تشریف آوردند و در مکتب موسیقی و صنعت ناحیه واخوری مهمانان با جمعی آموزگاری و خوانندگان این درگاه معرفتی رقم 30 برگزار گردید. مهمانان تحت سروری یکی از صنعتکاران نامی رسولیکا ارتیستی خدمتشان داده رسولیک ازبکستان محسن بیگ مومینوف و ناحیه تشریف آوردند و واخوری‌های مفید با اشتراک مهمانان برگزار گردید. Mana bugün biz viloyatimizning eng go'zal tumanlaridan biri So'x tumanida yoshlar bilan uchrashib bir chiroyli konsert dasturi havola etdik. Shu bilan birgalikda 30 bolalar musiqa va san'at maktabida mahorat darslari ham o'tildi. Nima deydi? Mana So'x kundan kunga juda chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib, insonlarning kayfiyati a'lo darajada. Mana shunday bir ajoyib yurtimizda shunday bayramlar, shunday bir chiroyli tadbirlar yarashadi. Men fursatdan foydalanib shu So'x tumanidagi barcha yoshlarga, ziyolilarga, yosh ulug'larga sog'lik, salomatlik tilayman. Xususan sizlarni shu televideniya jamoalariga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shunchalik yoritib mana chiroyli, yaxshi inshootlar, mana chiroyli bog'lar barpo etilibdi. Hamisha sog'lik, salomatlik tilayman. Mana imroz bayramo juda naz. Hammaning ahli So'x kayfiyati nag'zanda xudo xohlab mana Farg'ona viloyatimo san'atkori nomdor Muhsinjon Mo'minov omadaga mana imroz hamma yakoshon Hamijanda ishda mana tadbir 5 tashabbusi prezidentimo bo'yicha mana tadbir va ishtirok qilan in jami hamin So'xangi yosho xirsandan hamma tadbiro bisyor shavad So'xamo این بازم چوقای baland برسن. باید گفت که سراول در مکتب موسیقی و صنعت ناحیه بعد واخوری درس‌های مخصوص ماستر کلاس تشکیل کرده شد و مهمانان با مهارت طلبگان ناحیه از نزدیک شناس شدند. یک نوع امتحان عملی برگزار گردید دیروز به هنگام واخوری. Bugun prezidentimizning 5 tashabbuslarini birinchi tamoyili musiqa va san'at yo'nalishiga bergan ishonchlarni oqladik degan umiddaman. Bugungi kunda So'x bizni juda ajoyib tasarruflar bilan qabul qildi deb o'ylayman. Chunki bugungi So'xni aholisi bizni yaxshi qabul qilib oldi. Biz bunga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Bu narsalar, bu o'sha tamoyillarni tashkil qilgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yoshlar ittifoqiga, madaniyat boshqarmasiga,
qolaversa shu bugungi kunga homiylik qilgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. So'xga birinchi marta kelishim. So'x rosa yaxshi, chiroyli joylar ekan. Rosa ham yoqdi, ayniqsa o'quvchilarini bu bilimga chanqoqligi juda yoqdi. Ko'ngilingizda bir narsa paydo bo'ldimi So'xga? Yana Xudo xolasa, yana master klasslarga, mahorat darslariga kelish niyatimiz bor. Albatta ham bular borishlarini xohlaymiz. O'rtada uzviy bog'liqligini. بعد این در باغ مدنیت و اصلاحات ناحیه بخشیده به عید جوانان تدبیر معنوی معرفی برگزار گردیده. مهمانان به این مکان خوشاب و هوا نیز آمدند. چون خبرداری تا روز 3 ایون در باغ بخشیده به روز جوانان تدبیرها شده میگذرند و هر روز باغ از مخلصان صنعت پر است. خواننده خوش سلیقه محسن بیگ مومینوف به حاضران سرودهای خود را اهدا کرد. در یک دم باغ از مخلصان پر شد. رقص و بازی‌های همگان در هوای سرودهای زیبا نشان از خرسندی و خوشبختی ها بود. سراینده خوش سلیقه به همگان در قطار سرودهای زیبا سرودهای نو خود را نیز اهدا کرد. سپس بعد برآمد صنعتکاران ولایت، نمایندگان صدارت مدنیت ولایت به فعالان و ماموریت مکتب موسیقی و صنعت ناحیه اهداهای خود را تقدیم کردند. باید گفت که این واخوری ها بسیار زیبا بودند. با اشتراک فعالان خود مخلصان نشان دادند که در حقیقت ما خلق سوخ، خلق صاحب فرهنگ و دوستداری صنعت می باشیم. bayramlarda shunday bir yaxshi qo'shiqlar bilan tinglashadi. Bu So'x xalqi juda shinavanda xalq. Fursatdan foydalanib shu ustozlarimiz ijro etgan bir qo'shiqda ijro etib beraman. Sababiki shuni paytida hozir. Bugun shansoz ekan soz, ustiga soz yetkalik keldik. Qadrdonlarni shod aylab, sarafroz etgalik keldik. Ay, sharafli minnati ham baxt nuri birla yuksalgan. Sizningdek qadrdonlarni fikri mumtoz yetgalik keldik. Tasadduq jonim aylan sinay. بیگذار حیاتی ما پر از همین گونه سرودهای زیبا باشد و حیات با خنده‌های بیغش فرزندانمان پر گردد. تا عرفه عید استقلالیت این گونه واخوری‌های مفید در ناحیه‌مان منتظم دایر می‌گردند. در سمت آبادی مملکت، در سمت آبادی ناحیه زیبا منظری ما بسیار کارها کرده میشوند. امروز خلق ما با غایه‌های بنیادکارانه غایه سلالمی تکیه کرده وطن آباد می‌سازند و خوشبختانه در این سمت زنهای ما نیز نمونه عبرت می‌گردند. یک نفر زن از جماعت شهروندان محله حضرت علی ماه مارس کوچه های خود را چغل‌پوش کرده بود و امروز به نیت خود رسید. امروز با کمک کوشش همین زن کوچه های محله اسفالت پوش کرده می شود. آبادی وطن، آبادی مکان و مسکن، آبادی منزل زیست و استقامتی رمزی فراوانی، رشد و پیشروی مملکت و بهبودی طرز زیستی اهالی دولت و البته در جمعیت برپا شدن حیاتی نیک به حساب می رود. باید گفت که در این سمت امروز خلق ما از پیشتر بیشتر کوشش و حرکت می کنند. سهمی که شخصانی سخاوتمند، انسان‌های سخاوت پیشه به این سمت می‌گذارند خیلی نظررس است. در راه آبادی ناحیه ما نیز امروز این سخاوت بیشتر به نظر می رسد. قید این قبیل عمل‌های نیک و ثواب وظیفه هر یکی ماست. امروز طلبات حکومت و خود سرور دولت نیز همین است. در کار صاحبکاری موفق شدن و البته از پی موفقیت که هم از زیر اعتبار و غمخواری به دست می آید سهم گذاشتن به پیشروی مملکت آبادی وطن. خوشبختانه این گونه عمل‌های نیک و نجیب در ناحیه ما نیز دائما اجرا می‌گردند. این باشد باعث بهبود شدن حیات مردم ما به حساب می‌رود. مهمت سال جاری ما در برنامه‌های خود آیید سخاوت یک نفر زن از جماعت شهروندان محله حضرت علی برایتان نقل کرده بودیم. امروز این زن سخاوتمند این گونه عمل‌های نیک خود را دوام می‌دهد. یلدزخان نشان و ساکن محله حضرت علی بوده در زندگی دشواری‌ها را نیز دیده است. امروز باشد از پی مهنت و احترام فرزندان دم بیغش پیری می‌راند.
و به معنای یک دستش برای سخاوت گشاده است. ماهی مرد سال جاری که از کوچه های خود را شغل پوش نموده نیت کرده بود که خدا خواهد اسفالت پوش میکنه و امروز به این آرزوی خود رسیده ایستاده است. من همه برای خلقم، برای محله دیت بچه‌ام میرکوزن کارکسوت پول دوب کارگش گسیل کرد. من دیگه جواب صرف نکردم، همه کوچه و صرف کردم برای آباد محله. دستور حکم و پرزیدنت من نگاه کرده آباد محله و من خواستم خوش کردم. من ورجو من 3 میلیون تومان اسفل من اول خدا حساب خدا مو بعدت بچه‌ام کردی اسفل خود سعودی که خلق من ندور، همسایه ها من ندور، کار ثواب من هر ژورنالیست آمدن نوشته برفتم، پدرکار اومد رحمت گفته برفت، رحمت گجو نالت گجو من جاش بیاد دیگه کار خودم نکرده، همون کوچه اوباز کسیه برای خلقم، برای حق همسایه ها. بنا به معلومات رئیس جمع شهروندان محله حضرت علی سبحان جان نشانف، الحال این گذر که مسافش 250 متر می باشد از جانب کارگاه سوخت اسفالت بتون قرالش که رهبرش مقسوم جان مومین جانف می باشد پر اسفالت پوش می گردد. با این مقصد نجیب 39 میلیون سوم مبلغ مصرف می گردد و این همه مبلغ از جانب این زن سخاوت پیشه داده شده است. در حقیقت این سخاوت یک نفر زن نفقه خور از محله حضرت علی به همه ما نمونه عبرت بودن و شدن می تواند. در زمانی که نرخ مهر و عاقبت محبت حتی بین همخونها بسیار قیمت شده است، این عمل یلوزخانیشان و بسیار عبرت آموز است. باشد که صف این قبیل سخاوت پیشگان در سوخت زیاده گردد و نام سوخت به اطرافیان همچون مرز آدمانی سربلند با معرفی شود، چون که سوخت مکان و مسکن آدمانی سربلند بود و خواهد ماند. بسیار وقت زنان ما نیز عملهای مردانه میکنند که این باعث سر بلندی حرکی ما میگردد. موضوع آبادی های ناحیه‌مان را دوام می‌دهیم و بینندگان چه می‌دونید امروز از محله چشمه سرکرده تا مرکز ناحیه عموما تمام حدودهای ناحیه‌مان آباد می‌شوند و ما درباره آبادی محله ها و آبادی بازار مرکزی برایتان حالا معلومات می‌دهیم. در دوام سال‌های استقلالیت در جریانی که مملکت ما با مرحله نوی ترقیات و رشد خود وارد گشت، در ازبکستان بسیار دیگرگونی‌ها، نوگانی‌ها، بازسازی‌های نو عملی گشتند که این کارهای نیک و نجیب امروز هم دوام منطقی خود را یافته ایستاده است. در دوام این مدت تاریخاً کوتاه در دولت ما به خصوص در سمت آبادی بسیار کارها به اجرا رسانیده شدند. چون امروز گذرتان به منزل و یا حدودی که درباز آنجا نبودید میافتد، حتما از بالای کارهای آبادکنی و بنیادکاری میبرید و یا سیمای همان حدود را در شناختنتان ممکن. باید گفت که در سمت آبادی و آبادانی در سوخ عزیزمان نیز در این مدت کارهای بچش نمایان کرده شدند. در حقیقت امروز سیمای سوخ از هر وقت بیشتر زیبا و قشنگ گشته است. در این همه دیگرگونی و نوآوری ها مهنت و کار صدق دلانه خلق زحمت کشی ناحیه می ایستد. علاوه تاکید کردم میباید که امروز نیز سوخت به میدان بزرگ کار و مهنت تبدیل یافته است. این کار، این مهنت به یک مقصد نجیب روانه شده است: آباد کردن و آباد دیدن ناحیه و به منزل در حقیقت آباد و آسایش تبدیل دادن این مرز کهن جاوید. الحال خلق مهنت کشی ما از محله چشمه سرکرده تا مرکزی ناحیه و دیگر حدودهای سوخمرز وطن آباد میکنند و با دیدن این آبادی ها دلتان از فرح لبریز میگردد. خلق ما میدانند که این همه آبادی ها با یک مقصد نجیب اجرا میگردد و البته بعد این همه تشبس های نیک نیت های ما جامعه عمل خواهد پوشید. اهم پرزیدنت مو روفره کردن لب جد ترقی پیش برفت. این دار یگون حیات تاریخ اوسیمیونه شده که نه من بوده بینید روز بر روز من خانه سازه خو من خواهم نفر توش کردم واش دیدم خانه ها کم نیست. خود داخل من سوخت من خدا خواهد من زبوره بینید بیمار من مختار سوختن دیگه کارو اسفالت کردن همش جوشنده. من مو ایتور بود دستگیر کردم دکور یکم این برای مو آبادی محله برای خلقه برای یک پرزیدنت دکونه مثلا دیگه نه من یکم من همسه ها کده نقش دادم. من دینا برای تمام رفته اومدم مو بیمالون هیچ یگان قفلیش نیست. من قرصان همش نقص برای یکم ما میفته چیز که مو باید حاضر سیاست من دستگیر کنم. مو هم دستگیر کرده یوردم داده عدس رو به من کار کنم هیچی نباشد یک گپ ناس کردی من ده گویم
از محله چشمه سر کرده به مسافه 2 کیلومتر در دو طرف کوچه امروز پایه‌های بتونی برداشته شدند و اگر این پایه‌ها پوره وصل کرده شوند به این پایه‌ها مانع‌ها یعنی دیوارهای مخصوص گذاشته شدند. بدین منوال دو طرف کوچه با همین گونه دیوارهای اروپایی یعنی یور دیوار احاطه کرده می شود. در جای‌هایی که پایه‌گذاری دشوار است اهل محله چشمه و دیگر کارگران جماعتی کار میکنند تا با یور دیوار جای حاضر سازند. Bizim de maksatımız şu Rüştan tumanı obodonlashtirish. Keldik. Viloyat hokimi tashabbus bilan. Ishlayapsiz suqda? Suqda ishlayapmiz. Sharoitlar yaxshi. Hozir nima ish bilyapsizlar? Hozir shu Yevrozabor o'rnatyapmiz. Qachon keladi endi? Xonalar endi 3-4 kunda keladi. Shu so'kalarni o'rnatvasak keladi. Qancha kilometrni bilasizmi? Qancha o'rnatiladi? 2 kilometr, 2,5 bilan 4 kilometr bo'ladi. Yurtimiz obod bo'lsa, vatanimiz tinch bo'ladi-da, shu. باید گفت که تشریف حاکم ولایت به ناحیه نیز تکانی بزرگ گردید به کارهای آبادی ناحیه، چون که از جانب حاکم ولایت دایر و واسه وسعت دادن این کارها سفارش‌های انیق و کنکریتی داده شد و در اساس همین سفارشات امروز کارها در ناحیه ادامه یابند. در جمع شهروندان محله‌های چشمه، چماقچه، زنگد، مولگان، آبشیر، قلعه، سریکنده، سری بازارچه، حضرت علی و دیگر حدودها کارهای آبادسازی به اوج اعلای خود رسیدند. ما امروز در کارهای آبادانی فعالناکی کارمندان اداره آبادسازی یعنی شعبه آبادانی، اداره علاقه، اداره بگس تامین کنی، اداره تامینات قوه برقی، اداره راهسازی و چند دیگر کارگاه‌ها را می‌بینیم که آنها هرچه بیشتر و بیشتر از پی اجرای بعضی مشان گرفته شده همزمان در اجرای وظیفه‌های کسبی خود نیز بیش از پیش حرکت می‌کنند. ما و آباد محله آباد کسی من جای کسی بزرگ جهان بزرگ کلون کلا هر همه اومم خریدار به ملون خریدار برسنش باید برای هر حد حکممو و رخصت حکممو رحمان میشه پرزیدنت مو رحمان من دیشی چون آباد کسی من محله کوچه ها یا لاتو موسی هم موتون با رحمان حکممو رحمان مقصد من آباد شود محله هم وای آباد میشه دیگه جوهایی هم دیگه خسته میشه. واسه همه شبیه آبادی چند نفر کار کردن؟ اینجا واسه 8 نفر کار کردیم. من واسه اومدم نه اسوات 7 سال اومدم کار کردیم. من خالق همه دیسوس من آباد شود نه کوچه ها آباد کردیم نه دیگه خسته میشه. همین رانی تذکر داده میباید که خلق ما در برابر اجرای این کارها در خود اعتبار و غمخواری های حکومت و سرور دولت را حس میکنند. به خریبی کاروان ماشین ها با محصولات های خوراکباری آماده درآمد به ناحیه که در این ماشین های مخصوص محصولات های آرد و روغن جای داشتند و آنها به خلق ناحیه با نرخ نسبتا ارزان رسانیده داده شدند. نرخ یک خلطه آرد 73125 سوم و نرخ روغن باشد 36000 سوم معین شده بود و این محصولات ها توسط ماشین ها به هر محله ناحیه رسانیده داده شد. با این همه اعتبار و غمخواری باید ما با فعالیت پرثمر و کارهای نجیب و نشان رس جواب گوییم. ما میدانیم و باوری کامل داریم که خلق ناحیه سوخ از مهنت هرگز نمی‌هراسند و در کار آبادی ناحیه زیبا منظر هرگز مانده شوی را حس نمی‌کنند و تمام کوشش و غیرت و شجاعت خود را به همین مقصد و نیتی نجیب آبادی وطن و رونق و رشد و فراوانی روزگار صرف کرده در حقیقت خلق با آر و ناموس و صاحب گپ و کار نشان رس بودن خود را در عمل اثبات می‌سازند. بازار محل مخصوصی خرید و فروش کالا، خوراک و هر نوع اشیا، کوچه بالا پوشیده که از دو سوی دکانها دارد. تاریخ پیدایش بازار به قرن هشتم راست می آید و خصوصا در دوره های حکمرانی سامانیان اینچنین تیموریان بنیاد بازارهای زمانوی در حدود آسیای مرکزی خیلی اوج می گیرند. به عرصه وجود آمدن دولت‌های صاحب استقلال مالکیت خصوصی را از نو زنده ساخته برای وسعت مناسبت‌های بازاری شرایط مساعد فراهم آورد. از جمله در ازبکستان به حیات تطبیق نمودن اقتصاد بازاری با مرحله صفتا نو وارد گردید. امروز با سعی و تلاش حکومت و دولت ازبکستان در شهر و ناحیه‌ها بنیاد بازارهای زمانوی و به طلب امروز جوابگو خیلی اوج گرفته است. من دیده صوتا حقیقتا هم در نوحه ما امروز در سوخ ما در قشلاق محله آبادانشیک بنیادکاری پوش شده است. در قطار همه در مرکز نوحه ما که دیقان بازاره گپت طورش گفتن در کو بطلب زمان جواب نمیداد. سبب مایده باگی با خریداران من بسیار همه با سوداگران و کوهنا شرایط نبود. من همه در همه خصوص من با تلویزیون سوخ چند مرتبه مراجعت کردیم و ازبکستان تلویزیونش مراجعت کردیم.
من خود دیده سوده هم نوگروی سوز البته این با رهبری من یک کم بدونم با همین ولایت حکومت مویش ویش غم خورش اعتبارش و حکومت نوحیه مویش من همین نوگروی سوز اگه یک طرفش گفتن که اوبو شو نق بودنم از هر یک اومگی مهمون همین دیده بزرگ دیده روحش شون میشود خرسان میشود کیفیتش عالی میشود من همین نق شود بودنم اگه من امیدوارم اونم که من بزرگم در آینده نق میشود مثل دیگر شهر مثل دیگر نوحیه ها میشود من همین یک چیز گفتم که پرزیدنت یک گپ زدن که همین در همه کور گفتم که نورانه ها گفتم من همین در قطار من میدید در قطار همین نورانه های کو من حوجه او خلفه اعظم جان هم یک تشبوس نق بردن من از این آدم بی نهایت بیام من ندارم من همین کورا سر کده همین اوقات کشان من اینو جدا خرساندم واقعا بازار مکانی است که رکود و رونق اقتصادی در آن آشکار می شود. بازار عادتاً مکان جمعشوی رفت و آمد پیوسته آدمان کسب و کارشان گوناگون می باشد. از ازل مردم اساساً از بازارها محصولات‌های آذوقه‌واری خرید می‌کنند. از این خاطر بازارها باید از افلاسی و بی‌ترتیبی‌ها دور باشد. بازار مرکزی ناحیه به طلب امروز پر را جواب نمیداد. من با تشبوسی ولایت حکومت ما با تشبوسی تومان حکومت ما من بازاری مرکزی دهقان بازار برای از نو برپا کردنش خودمون استانسی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه و با دانلشترش کارخانه هاش اومده در همینجا حسی خوشنه خوشکسی آبادی این رایون آبادی محله این آبادی رایون آبادی رایونی آبادی ریسپوبلیکا وای کمیشه در هر یک خودمون من روز باز همینجا اومده همین شپنگی کونه با برای از نو برپا کردن ساختمان نوش به کوربرسی من بازارمون ده حاضر آبادگری سوس بینوهای کونه بود من بینوهای کونه کوشنده از نو ساختن اولا حکومت ولایت ما رحمت من با تشریف هوایی کت من همه قناوگرهای سوس یکمش این خلق ما هم ناس دیمش مو تدبیرکارا هم ناس بیمار جاهای آباد نازنده توزه و زوده سبد میکنه بازار آباد شود پاکیزه شود این نه فقط خلق و تدبیرکارا هم سوداگرا هم همه مو ناس. واقعا رهبر ولایت هنگام تشریف به ناحیه سوق از بازار مرکزی دیدن کرده از نوسازی بازار مذکور را سفارش داده بود و از بین روز نگذشته قوه‌های کاری به بازار مرکزی جلب کرده شدند. بیناهای خرابه را ویران کرده به جای آن بینای خوشصفت و زمانوی بنیاد می‌کنند. حدود بازار وسیع کرده می‌شود. خلاصه مقصد اساسی آبادی دیار و منفعت مردم میباشد. روز تا روز موقع ازبکستان در عرصه عمومی جهانی خیلی بلند می‌گردد. واقعا ازبکستان یکی از مملکت‌های مترقی عالم میباشد و امروز همکاری را با مملکت‌های مترقی جهان خیلی مستحکم نموده است. از این خاطر ازبکستان در همه ساحه‌ها باید نمونه باشد به مملکت‌های عالم. از این رو بازارهای شهر و ناحیه‌های ما نیز به طلب زمان جوابگو باشد. به همین خاطر طوری که در بالا گفتیم در ناحیه سوخ نیز کارهای بنیادکاری و آبادسازی خصوصا در بازار مرکزی ناحیه آغاز یافته است و در فرصت خیلی تیز بازار مرکزی ناحیه همچون بازار به زمان جوابگو و خوش صفت بنیاد می گردد. امروز حمایت کردن منفعت مردم، حل کردن معماهای خلقمان وظیفه اولین درجه هر یک ما به خصوص رهبران به حساب می‌رود و بهر همین هم در جایها در حدودها در سکتورها قبول‌های سیار برگزار می‌گردد. حالا درباره یک عدد قبول سیاری که در ناحیه به عمل آمدند با تشبوس قبولخانه خلقی پرزیدنت مملکت برای معلومات می‌رسانیم. مرحمت توجه کنید. منفعت خلق از هر چیز بالاست، خصوصا در وطن عزیز ما. هر یک قرار و فرمان و حجت‌های قانون که از طرف رهبر دولت و حکومت قبول می‌گردد پر را به منفعت انسان نگرانده شده است. مقصد اساسی سیاست امروزه باشد برطرف نمودن معمای خلق، تامین فراوانی حیات مردم، بلند برداشتن طرز زیست و زندگانی شهروندان می باشد. به همین مقصد در شهر و ناحیه ها و محله و گذرها قبول سیار سکتورها با همکاری قبولخانه خلقی پرزیدنت رسپوبلیک ازبکستان گذرانیده می شود و می توان گفت که تشکیل چنین قبولهای سیار قسماً باشد هم در آسان نمودن مشکلی های اهالی اهمیت مهم کسب می کند.
جمعی شهروندان محله دیمیرسه در حدود سکتور 4 جایگیر شده. رهبری این سکتور در ذمه سرور شعبه انداز می باشد. در دهه مذکور از این چند پیش قبول سیار به وقوع پیوست و در آنجا مسئولان و رهبران سکتور و قبولخانه خلقی اشتراک نمودند. اهالی ده درد و معماهای خود را پیشنهاد کردند. قسم زیادی معمای مردم در مقیاس ولایت حل خود را می‌یابد. از این لحاظ از جانب متصدیان این معماها یک یک نوشته شد و آنها وعده دادند که به اداره‌های بالایی ارسال می‌کنند و بهر حل آن تلاش خواهند کرد. اهالی اساساً عاید معمای راه سیل، نگرفتن حاصل فراوان از زمین روی حوله با سبب تنقیصی آب یا گران بودن نرخ آب قدوق، نرسیدن آب نوشاکی، در حالت خیلی خراب بودن کوچه‌های داخلی محله، گرفتن نفقه بچه‌ها مراجعت کردند. قسمی از معماها برطرف گردیدند، اما حل اکثریت آن فرصت طلب می‌کند و حل آن را البته وقت نشان می‌دهد، زیرا وقت حکم عالی است. این بود مجموعه خبرهای آخر از طریق بخش خبری و تحلیلی هفته و خیر بینندگان عزیز و برنامه‌های ما را صحیفه‌های دیگر تلویزیون سوخ دوام ببخشند. بازار محل مخصوص خرید و فروش کالا، خوراک و هر برنامه‌های تلویزیون سوخ دوام دارد و بینندگان عزیز چون دیده ایستادید ما در جریان آماده سازی برنامه می باشیم و به ما حاضرکک از نام یک نفر مخلص دائمی تلویزیون سوخ که به اصلاحات‌های امروزه عموما به فرق نیست اسقر انبرزاد مکتوب رسید و مؤلف مکتوب عاید افلاس ساختن قبرستان دهه حضرت علی از دست فرزند آدم شکایت کرده است و از ما خواهش نموده است که خادمان عموما مسئولان را جلب نموده با آنها صحبت آراسته همان جریان افلاس سازی ها را نواربرداری کنیم و توسط تلویزیون سوخ به عامه به خلق نمایش دهیم. البته ما طلب و تکلیف و این شکایت اسقر انبرزاد را به نوبت میگیریم و در برنامه‌های آینده البته به همین موضوع برمیگردیم. برنامه‌های ما دوام دارد، با ما بمانید. نو اشیا کوچه بالا پوشیده که از دو سوی